کانال پادگذشت خوش اومدید. اینجا قراره هر هفته 3 تا داستان واقعی رو از سرگذشت واقعی انسان‌ها توی گذشته براتون تعریف کنم و شما بشنوید. داستان‌هایی که از دل درد و عشق و رنج، جنایت و وحشت و ترس میان. همه این داستان‌ها برگرفته از واقعیت هستن. و امیدوارم که با لایک و سابسکرایبتون من رو همراهی کنید، به من انگیزه بدید تا داستان‌های بیشتری رو براتون بازگو کنم. پس بریم که داشته باشید. خونه‌ای که خودش حرف میزد. بعضی از خونه‌ها ساخته شدن برای پناه بودن، برای آرامش دادن به آدمای اون خونه. اما بعضی از خونه‌ها از اولش یه چیز دیگه تو دلشون دارن، یه چیز دیگه توی اون دیوارها دارن. شاید خاطره، شاید درد، یا شاید چیزی که ما اون رو نمیفهمیم و نمیتونیم درکش کنیم. این یکی از اون خونه هاست. خونه شماره 112 توی خیابون اوکان اونیو، شهر آمیتیویل. پاییز سال 1974 یه محله آروم کنار آب با درختای بلوط قدیمی و خیابونای خلوت. یه خونه سفید با سقف شیب‌دار که بین اهالی معروف بود. چرا؟ به خاطر اینکه اون خونه 2 تا چشم داشت. پنجره‌های طبقه بالای این خونه شبیه 2 تا چشم گرد به خیابون نگاه می‌کردن. روزا قشنگ و گرم بود، اما شبا سرد و تقریباً وحشتناک. توی اون خونه خانواده‌ای زندگی می‌کردن به نام خانواده دفئول. اون خانواده شامل 5 تا بچه و پدر و مادرشون بود. یه خانواده ظاهراً مذهبی، سخت‌کوش و مرفه. پدر این خانواده رونالد دفئول سینیور، یه مرد قد بلند و خشن که همیشه دوست داشت همه چی تحت کنترل خودش باشه، حتی وقت شام بچه‌ها. کارش توی شرکت فروش ماشین‌های کرایسلر و خودش رو تقریباً ستون خانواده می‌دونست. مادر خانواده لوئیس، یه زن مهربون و آروم با موهای قهوه‌ای روشن، عاشق خونه‌داری و موسیقی. حتی به بچه‌ها پیانو یاد میداد و متأسفانه همیشه در حال میانجیگری بین پدر خانواده و پسر بزرگ خانواده بود. پسر بزرگشون رونالد جونیور که بقیه صداش می‌زدن بوچ، یه پسر 23 ساله بود، درشت هیکل، ریش پریده، با چشمای همیشه به ظاهر خسته. از نوجوانی مشکل اعصاب داشت، خیلی زود عصبانی میشد، مدرسه رو ول کرد و رفت پیش پدرش توی گاراژ کار کنه. اون گاراژ کنار خونه‌شون بود البته. درآمد نسبتاً خوبی هم داشتن. اما رونالد جونیور تقریباً هیچ وقت نمیتونسته رضایت اون پدر رو جلب کنه. یه بار همکار رونالد گفتش که یه روز پدرش توی گاراژ داد زد و بوچ فقط وایساد اون رو نگاه کرد. در سکوت فقط نگاهش کرد و فقط لبخند میزد. دوستش میگفت من هیچ وقت اون لبخند سرد و بیروح رو از یادم نمیبرم. این خانواده 5 تا بچه داشت. به ترتیب بوچ یا همون رونالد جونیور، دام، الیسون، مارک و جان. همه بچه‌ها خیلی خوب بودن، درس‌خون و آروم بودن. اما رابطه پدر با بوچ تقریبا مثل رابطه باروت و کبریت بود. یه بار پدرش وسط شام داد زد و گفت تو یه بی‌عرضه‌ای، تو هیچ کاری رو نمیتونی درست انجام بدی. و بوچ قاشقش رو محکم کوبید روی میز و گفت شاید یه روزی بفهمی و تو پشیمون میشی. از اون شب به بعد بوچ دیگه اون آدم قبلی نبود. نگاهاش دیگه اون نگاههای قبلی نبود. پاییز اون سال همه اطرافیان گفتن که بوچ کم کم عجیب شده، کم حرف شده، گاهی ساعت‌ها به دیوار زل میزنه و سکوت و فقط سکوت. بوچ میگفت حس میکنه که شبا یه نفر داره توی خونه راه میره، یه چیزی شبیه یه سایه که صداش میزنه. یه بار به دوستش گفته بود که دیشب از خواب پریدم و یه صدای بم از زیر زمین میگفت وقتشه. البته که دوستش به این حرف بوچ خندید، ولی توی چشمای بوچ یه استرسی بود که اون حس واقعی بودن اون صدا رو تلقین میکرد. بوچ از بچگی یه مشکل خواب داشته، اما چند ماه قبل از این جنایت که قرار براتون بگم تقریبا هیچ وقت نخوابیده بود. اون برای کنترل حالات عصبی و خوابش حتی هروئین و LSD مصرف میکرد، اما روز به روز بدتر میشد و اون صداها و نجواهایی که میشنید هر شب بلندتر و واضحتر میشد. یه شب مادرش دیده بود که بوچ با خودش حرف میزنه. مادرش اومده بود توی آشپزخونه که چیزی رو برداره و دیده بود که بوچ داره با خودش حرف میزنه و داره میگه باشه ولی چرا همشون؟ خیلی عجیبه. روز 12 نوامبر سال 1974 که البته ظاهرا همه چی عادی بود و پدر داشت حالا شامش رو میخورد، مادر توی آشپزخونه بود، بچه‌ها بازی میکردن، درسشون رو میخوندن، ولی هنوز بوچ خونه نیومده بود. اون شب دیر اومد خونه و خیلی هم خسته و بی‌حوصله بود.
و طبق معمول با پدرش دعوا کرد، این بار سر پول و بیپولی و هزینه ها. و اون شب اون دعوا جرقه شد واسه شروع جنایت هولناک خونه شماره 112. اون شب بوچ ساعت حدود 3:15 نیمه شب که تقریبا یه بارون ریزی می اومد، تقریبا چوبای کف خونه نم خورده بود و یه بوی چوبی هم توی خونه می اومد، از خواب بیدار شد، از تختش اومد پایین، رفت سراغ گنجه وسایل پدرش که اونجا یه اسلحه مارلین 336 وجود داشت که این اسلحه شب قبل انگار که فشنگاش پر شده بود و اونجا وجود داشت و بوچ اون تفنگو برداشت. یه لحظه به آینه نگاه کرد، احساس کرد که چیزی پشت یه سایه‌ای پشت سرشه. برگشت که با اون سایه نگاه کنه و صحبت کنه، دید اون سایه وجود نداره، کسی نیست یعنی. و باز خب صورت خودش رو دید. تفنگ رو برداشت، رفت به اتاق پدر و مادرش. پدرش روی تخت خوابیده بود و مادرش هم روی پهلو با بازوهاش که انگار توی خواب هم داشتن ازش کار میکشیدن و نگران بود، خواب بود. بوچ یه نفس عمیق کشید و ماشه رو کشید و به پشت سر پدرش شلیک کرد و بعد هم به مادرش شلیک کرد و همون لحظه خب متاسفانه خون از بالش ها سرازیر شد. ولی عجیب تر از همه اینه که هیچکس اون شب بیدار نشد از صدای اون شلیک ها، مخصوصا اینکه این تفنگ توی بررسی های پلیس نشون داده شده که صدای واقعا بلندی باید می داشته. این خیلی عجیب بوده. و بعد از اون حالا رفت اتاق بچه ها، اول یه شلیک به دام کرد، بعد الیسون، بعد هم مارک و جان. 6 تا گلوله و 6 تا بدن، همه روی شکم دراز کشیده بودن، دستاشون زیر بالش بود و انگار کسی به این 6 نفر گفته که بیدار نشید و قراره که همینطوری بخوابید و یه اتفاق وحشتناکی براتون بیفته. و خیلی عجیب بود که این اتاق‌ها توی 2 تا طبقه متفاوت بودن و یک فاصله رو خب طبیعتاً بوچ باید میذاشته که از این طبقه به طبقه بعدی بره، از این اتاق به اون اتاق بره و بچه‌ها و پدر مادر رو بکشه و کسی صدای اسلحه‌ای رو نشنیده. واقعا اون شب یه شب غیر عادی آروم بود و حتی اون شب سگشون هم صدایی نکرد. بعد از تمام این قتل‌ها بوچ رفت حمام و حالا لباساشو عوض کرد، دست و روشو شست، اسلحه رو گذاشت داخل یک کیفی و کیف رو داخل گاراژ پدرش مخفی کرد. بعد برگشت توی اتاق خودش، روی صندلیش نشست و تا صبح به پنجره نگاه کرد و سیگار کشید و مدام زیر لب تکرار میکرده که تموم شد، بالاخره تمومش کردم، صدا گفت باید تمومش میکردم. خب اون شب تموم شد، اما صبح شد و بوچ برای عادی سازی اون داستان مثل همیشه رفت سر کارش. حتی برای اینکه بیشتر عادی کنه همه چی رو، به دوستش گفته بود که نمیدونم چرا به هر چی به پدرم زنگ میزنم تلفن رو جواب نمیده. بعد از تموم شدن کارش ظهر برگشت به بار محل و اونجا توی بار وقتی رسید گفتش که همشونو کشتن، پدر و مادرم مردن و یه جوری عجیب جلوه کرد که انگار من تازه اومدم خونه و این قتل ها رو دیدم. خب پلیس و تحقیقات محلی وارد صحنه شدن و توی یکی از آرومترین محله های لانگ آیلند، محله آمیتیویل، یه جهنم واقعی رو همه دیدن. 6 تا جنازه، هر کدوم روی تخت خودشون با ملحفه های تمیز، هر کدوم روی شکم دراز کشیده بودن و دستا زیر بالشت ها و هیچ نشونه ای از تقلا کردن، مبارزه کردن وجود نداشت از این 6 تا جنازه که پزشکی قانونی گفته بود که این غیر ممکنه، نه دارویی، نه صدا خفه کنی، نه بیدار شدنی، انگار که خود این آدما انتخاب کرده بودن که خودشون ببینن. خیلی جالبه که واقعا حتی همسایه ها هم هیچ صدای شلیکی نشنیده بودن اون شب. بوی خون واقعا خیلی تازه بود و البته چون اون شب یه نم بارونی هم زده بود، اون بوی خون با یه بوی چوب سوخته، موم سوخته قاطی شده بود و بوی خیلی بدی از تعفن توی خونه پیچیده شده بود. یه سری جزئیات عجیبی هم توی خونه پیدا کرده بودن، مثلا رد دست یه بچه‌ای که روی دیوار وجود داشت. البته این رد دست با رد دست هیچ کدوم از بچه‌های خونه مطابقت نداشت. و اینکه پلیس با بررسی ها متوجه شد که هیچ کسی دیگه ای از
آدمای غریبه وارد خونه نشده. توی تحقیقات اولیه اونا خب چون دیده بودن کل افراد خونه کشته شدن، سعی می‌کردن که از بوچ محافظت کنن که مبادا اگر کسی وارد خونه شده و کل این خانواده رو به قتل رسونده، نخواد حالا مثلا بوچ رو هم به قتل برسونه. برای همین تو لول اول از بوچ داشتن محافظت می‌کردن و هنوز کامل اون رو مظنون نمی‌دونستن. افسرهای پلیس واقعا شوک شده بودن و ترسیده بودن. احساس می‌کردن که یکی از افسرهای پلیس میگفت من احساس می‌کنم که این خونه روح داره، این خونه زنده است و ما تقریبا مزاحم خونه شدیم. توی تحقیقات اولیه خب گفتم از بوچ سعی می‌کردن محافظت کنن. حتی توی مصاحبه هایی که خبرنگارا با پلیس ها انجام میدادن، خبرنگار میگفت که ما میترسیم که یه بلایی هم سر بوچ بیاد. اما بعد از گذشتن این مرحله خب پلیس سعی کرد که از بوچ شروع کنه بازگو کردن اتفاقات و تقریبا بازجویی کردن. توی لول اول بوچ حرفای متناقضی داشت. اولش گفت همشون رو کشتم ولی من تنهایی این کارو نکردم. جمله بود که رونالد دفئو یا همون بوچ ساعت 4:35 صبح توی اداره پلیس گفت. همون روز صبح 13 نوامبر وقتی که افسرهای پلیس وارد اداره شدن، بوچ هنوز لباس کارش رو به تنش داشت. روی صندلی نشسته بود با چشمای قرمز و دستایی که مدام خب میلرزیدن و میگفت که من دیشب از سر کار برگشتم، دیدم همه مردن و یه نفرم با اسلحه اومده داخل خونه. اما خب چیزایی که میگفت با جزئیات صحنه که پلیسا بررسی کرده بودن مطابقت نداشت. و اینکه مثلا بوچ گفتش که من جسدها رو صبح پیدا کردم، در صورتی که ساعت مرگی که پلیس تشخیص داده بود بین ساعت 3 تا 4 صبح بوده. و یکی از افسرها به نام جو ناپولیتانو گفته که اون بیشتر از اینکه ناراحت باشه انگار خسته بود، انگار یه خستگی عظیمی به تنش نشسته و حالا بعد از این جنایت اون خستگی تموم شده و انگار که یه کار سخت رو خب تموم کرده و راحت شده. خب بالاخره بوچ رو بعد از مراحل اولیه بازداشت کردن و اون وارد سلول خودش شد. همسلولیش میگفت که شبا یه جوریه، انگار ازش یه صداهایی میاد، انگار با کسایی حرف میزنه، زمزمه میکنه و حتی میگه که مدام انگار میگفت ساکت شید، خب تموم شد دیگه، تموم شد، همشون مردن. توی بازجویی اول پلیس ازش خواست خب جزئیات بیشتری بگه. گفت دیشب از بار اومده خونه، دیده که خونه تاریکه و وقتی که چراغا رو روشن کرده جنازه ها رو دیده. اما یه اشتباه کرد، گفت مادرش روی پهلو خوابیده بوده. این چیزی که فقط نشون دهنده اینه که کسی که واقعا جنایت رو دیده میتونسته اینو بگه. پس این یکی از دلایلی بوده که میتونسته ثابت کنه بوچ خودش جنایت رو انجام داده. وقتی پاسپورت ازش پرسید چرا خب زنگ نزدی به پلیس، گفت اولش خیلی وحشت کردم و ترسیدم و نمیدونستم باید چیکار کنم. اما چند ساعت بعد پلیس ازش بازجویی کرد و دوباره حرفش متناقض شد. اونجا لحنش عوض شد. به جای اینکه مظلوم باشه گفتش که اصلا میدونید خوب شد، خیلی بهتر شد، اون پدر لعنتین حقش بود این اتفاق براش بیفته. انگار که یه تنفر عجیبی از خانواده‌اش داشت. حتی عجیب‌تر این که همون روز قبلش یکی از دوستای خانوادگیشون گفته بود که بوچ به من گفته که من خیلی افتخار میکنم که خواهرم داره مدام ترقی میکنه، ولی چطور میتونه فردای همون روز خواهر خودش رو بکشه. این همه نشون دهنده بوده که بوچ واقعا حالتهای عادی نداشته و بیمار بوده و حتی دوستا و آشنایان خانواده دفئو وقتی که مشخص شد که بوچ قاتله خیلی تعجب نکردن، چون همیشه تقریبا حالتهای غیر عادی داشته. و حالا اینجور بود که بوچ مدام میگفت، با اینکه قبول کرده بود که دیگه خودش اونها رو کشته، مدام میگفت که من این کارو نکردم، صداها گفتن باید تمومش کنیم. توی گزارش رسمی بازجویی دوم ساعت 2:45 بامداد روز بعد بوچ گفت که یه چیزایی از داخل زیرزمین با من حرف میزنن و میگن که تمومش کن، اون داره تو رو اذیت میکنه، باعث رنج توه، همش تقصیر اوناست، تمومش کن، بکششون. بازپرس پرسید که منظورت از اون چیزا چیه؟ اونا آدمن؟ و بوچ گفتش که نه، آدم نیستن، مثل سایه میمونن. بوچ حالتهای واقعا عجیبی داشت. صداش حالت نه فریادگونه بود نه گریه طور بود، انگار که داشت هم عذاب میکشید هم خوشحال بود و یه خوشحالی ناراحتگونه متناقضی داشت واقعا. پلیس اسلحه مارلین 336 رو طبق حالا
بازجویی هایی که انجام داد و کشفایی که کردن پیدا کرد اثر انگشت بوچ روی اسلحه بود و هیچ نشونه دیگه از کس دیگه‌ای توی صحنه وجود نداشته. دادستان گفتش که مشخصه که این جنون نیست، چون اگر این جنون بود این آدم کنترل کامل روی قتل ها نداشته. این آدم واقعا آگاه بوده که داره چیکار میکنه، قتل ها رو انجام داده، اسلحه رو مخفی کرده و بعدش خیلی عادی به زندگی عادی خودش برگشته و سعی کرده همه چی رو معمولی و عادی جلوه بده. خب دادگاه توی 14 اکتبر 1975 تشکیل شد، حدوداً 1 سال بعد از این جنایت. مطبوعات واقعا دیوانه شده بودن، همه مطبوعات بودن اونجا، یه عالمه صف طولانی از مردم جلوی دادگاه وجود داشت. روزنامه‌ها تیتر زده بودن که این پسر دیوانه است یا جن زده است یا شیطان زده است. وکیل مدافع آقای ویلیام وبر سعی کرد که پرونده رو جوری جلو ببره که انگار بوچ دیوانه است و بیماری جنون داره و گفتش که این روانپریشی شدید داره و صداهایی توی ذهنش پیچیده و حالا این جنایت رو انجام داده. اما روانپزشک دادگاه آقای دکتر هاوارد آدلر گفتش که اون دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعیه، اما بیمار روانی نیست، اون میدونسته داره چیکار میکنه، دقیقاً طبق صحبتایی که افسرهای پلیس کرده بودن. توی طول دادگاه خبرنگارها و حالا آدمایی که اونجا حضور داشتن میگفتن یه بوی عجیبی از تن بوچ میاد، یه بوی از ترکیب عرق و موم سوخته، همون بویی که توی خونه پیچیده بود. شاید حالا از سلولش بوده، نمیدونم، شاید بوی خونه بوده، هر چیزی که بوده واقعا بوی تعفن عجیبی بوده. توی جلسه پنجم دادگاه قاضی از بوچ پرسید چرا کشتیشون رونالد؟ اون جواب داد خب چون دیگه میخواستم صداها تموم بشن و میخواستم منو خلاص کنن، منو تنها بذارن. دادگاه رأی داد 6 فقره قتل البته درجه 1، حکمش حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. بعد از اینکه محکوم شد بوچ چندین بار توی مصاحبه ها حرفش رو عوض کرد. یه بار گفت فقط پدر و مادرش رو کشته و بقیه رو یه مرد دیگه بالا، یه مرد ناشناس زده. یه بار دیگه گفت خواهرش دان هم باهاش همکاری کرده. آخرین بارم گفت کار من نبوده، هیچ کدومشون رو من نکشتم. اما مدام این فکت ها عوض می شدن و در حین اینکه فکت ها عوض می شدن، حرفاش عوض می شدن، اثری از شخص دیگه ای نبود و اینکه همه قربانی ها خب توی خواب بودن و هیچ کس هم عجیب تر از همه اینه که صدایی رو نشنیده، هیچ صدای شلیکی نمی اومد. افسر بازنشسته پرونده بعد از چند سال گفتش که من 37 سال پلیس بودم اما هیچ وقت پرونده‌ای رو ندیدم که اینقدر سکوت درونش باشه. خونه بعد از چند ماه به فروش گذاشته شد با یه قیمت خب خیلی ارزون و باور نکردنی. با این مردم محل میگفتن که این خونه نفرین شده است و خیلی منع میکردن از اینکه کسی وارد این خونه بشه مجدد. اما یه خانواده‌ای اومدن و این خونه رو با اینکه قیمتش $100,000 بود و اینا قیمت $80,000 پیشنهاد دادن خریدن و وارد خونه شدن. جورج و کتیلاس با 3 تا فرزندشون که این 3 تا فرزند از همسر قبلی کتیلاس بودن و جورج خب بعد از حالا چند سال با کتیلاس آشنا شد و باهاش ازدواج کرد و خیلی خوب با بچه‌ها رفتار می‌کرد. اونا واقعا یه خانواده خوشبخت به نظر می‌رسید. و اونها برای اینکه کمترین هزینه رو بکنن خونه رو با تمام وسایل قبلی خریدن. حتی غذاهای نصف مونده، ظرفای نصف مونده یه خانواده دفعه روی میز ناهارخوری بود هنوز. حتی تخت بچه‌ها، تمام دیزاین اتاق بچه‌ها، همه چیز هنوز سر جای خودش بود. حتی جای شلیک گلوله‌ها هم توی اتاق مشخص بود. و یه جوری بود که انگار هنوز روح اون خونه پر از بوی جنایت، تعفن و ترس بود. یکی از کارگرای حمل و نقل روز اسباب کشیم گفت وقتی که وارد خونه شدم احساس کردم که یک نفر داره از طبقه بالا به من نگاه میکنه. اما خب خانواده لات واقعا میخواستن یه شروع جدید داشته باشن و نیاز داشتن که یه تجربه جدید رو توی خونه به این زیبایی. واقعا خونه خیلی قشنگ بود، مخصوصا اینکه حالا نزدیک رودخونه بود و خیلی خونه بزرگی بود با وجود 3 تا بچه. خیلی دوست داشتن که شروع جدید داشته باشن و این حرفا خیلی براشون اهمیت نداشت. اینجور بود که این خونه انگار برای این خانواده به ظاهر خوشبخت خیلی اومد نداشت. 28 روز بعد اونا بدون هیچ چیز فرار کردن، بدون چمدون، بدون وسیله و فقط فرار.
دسامبر سال 1975 یعنی دقیقاً 13 ماه بعد از قتل‌های فجیع رونالد جونیور، سرمای سنگین روی خیابان اوکان اونیو افتاده بود. آب کانال رودخونه یخ زده بود و پنجره‌های خونه 112 مه گرفته شده بود. یه زن و مرد جوان با 3 بچه از ماشینشون پیاده شدن به اسم جورج و کتی لاتس. اون روز وقتی در خونه رو باز کردن یه بوی تعفن و عجیبی توی هوا پیچید. انگار که بوی کهنگی بود یا نه بوی تعفن بود، یه چیز عجیبی بود، بوی سردی، فلزی، انگار که یه آهن خیس خورده باشه. این خونه رو با تمام وسایل قبلی خانواده دفو خرید کردن، حتی تخت خواب‌ها، حتی پیانو، وسایل آشپزخونه، همه چیز، حتی عکسای روی دیوار. کتی همون روز اول گفتش که جورج من نمیخوام بچه‌ها روی تختای بچه‌های قبلی بخوابن، تختایی که روش قتل انجام شده. و جورج فقط خندید و گفت عزیزم اینا فقط تخت چوب و پارچه است، روحی درون اون وجود نداره. اما اون شب هنوز تموم نشده بود که متاسفانه کابوس‌ها شروع شد. شب اول همه خواب بودن. ساعت حدود 3 بود که جورج از خواب با یه احساس سرمای عجیبی بیدار شد. دماسنج اتاق نشون میداد که هوا 17 درجه است، ولی اون حس میکرد که داره یخ میزنه و واقعا خیلی سرد شده. پتو رو کنار زد، از تختش اومد پایین و یه بوی سوختگی عجیبی، بوی دود و آتیش رو حس کرد. رفت پایین توی آشپزخونه و دید خب بخاری خاموشه، اما زغال‌های توی بخاری هنوز قرمز بودن و بوی سوختگی میدادن. همون لحظه از سمت سالن یه صدای تق اومد و وحشت کرد جورج، ولی واقعا اون صدا واضح بود، درست از طبقه بالا. رفت طبقه بالا، دید که در اتاق بچه‌ها نیمه بازه. پسر کوچیکش دنی خواب بود، ولی صندلی چوبی کنار تخت که تکون میخورد بدون اینکه کسی روش باشه و با وجود اینکه بچه خواب بود داشت تکون میخورد. اون لحظه واقعا جورج ترسید، رفت پایین، یه لیوان نوشیدنی برای خودش ریخت و نشست روی صندلی پشت پنجره و تا صبح بیدار بود. توی هفته اول سکونتشون چیزای خیلی عجیبی اتفاق افتاد. درها خود به خود باز و بسته می شدن. حتی سگ خانواده یا همون هری مدام میرفت دم در زیر زمین و زوزه میکشید. کتی میگفت از طبقه بالا صداهای عجیبی رو میشنوه، صدای پای بچه میاد، در صورتی که کسی راه نمیرفت. بچه حالا مثلا اون لحظه‌ای که صدا رو میشنیده اون بالا نبوده. یه شب حتی کتی بعد از اینکه از حمام اومد بیرون روی آینه یه حالت نوشته‌ای رو دید و اون رو پاک کرد و حتی از داخل آینه یه صدای زمزمه شنید. برگشت ولی کسی نبود پشت سرش و اینکه حتی روی آینه با رد بخار نوشته بود که تو تنها نیستی. واقعا اتفاقای وحشتناکی داشته براشون میافتاده. اون لحظه حتی شوهرش هم نبود و اولش خب فکر میکرد که اگه اینا رو برای شوهرش تعریف کنه اون باور نمیکنه. یه چیز جالب دیگه که براتون بگم، جورج و کتی لاتس یه سری کارهای ماورالطبیعه خودشون انجام میدادن. البته جورج کت رو وارد این کار کرد که حالا مثلا شبیه یوگا بود ولی یوگا نبود در اصل. یعنی اینجور بود که فکر میکردن دارن راز و نیاز میکنن با طبیعت، با درون خودشون و یه سری الفاظ شیطانگونه‌ای رو اینا میگفتن که حالا تحقیقات آدمایی که بعد از این جنایت ها اومدن انجام دادن نشون میده که یک دلیل این که حالا دوباره این اتفاق افتاده و اینا از خونه فرار کردن شاید این باشه که اینا خودشون هم اون کارهای شیطانی انجام میدادن، یعنی جورج و کتی لاتس و مخصوصا جورج که خیلی به این چیزا علاقه داشته، حتی با انسان‌هایی که با ماورالطبیعه ارتباط داشتن هم ارتباط دوستانه‌ای داشته. توی یکی از این ارتباط هایی که گرفته بودن کتی میگفت من یه لحظه احساس کردم که یک دست لطیف و زنانه‌ای دست منو گرفت و یه لحظه مو به تنم سیخ شد و احساس کردم که سرمایی وارد بدنم شد. اینو به جورج گفت، جورج باور نکرد ولی چون دفعه بعدش هم دوباره این اتفاق افتاد جورج دیگه حرفش رو باور کرد. و توی حالا اون هفته دومی که اینا اونجا ساکن بودن هر بار واقعا هر شب جورج ساعت 3 به نصف شب از خواب بیدار میشد که این ساعت دقیقا همون ساعتی بود که
بوچ قتل‌ها رو انجام داد. از خواب بیدار میشد و میشست جلوی بخاری، یه سری صداها حالا میدید، همه اون اتفاقات هر شب رو میدید. حتی دختر کوچیکشون شروع کرده بود به گفتن چیزای عجیب، انگار که با یه کسی دوست شده بود و حالا یک بار میسی، همون دختر کوچیکشون، به کتیلاس گفته بود که با یه دختر کوچولوی نامرئی بازی میکنه. کتی اسم اون دختر کوچولو رو ازش پرسید و اون گفت اسمش جودیه. میگفت جودی قبلا اینجا زندگی میکرده، اما کتی خب باور نکرد و خندید. اما بعد از اون یک شب حالا وارد اتاق میسی شد و دید که میسی داره با یه کسی حرف میزنه و صندلی گهواره‌ای خود به خود داره تکون میخوره و ترسید و آرمان داشت شک میکنه که واقعا بچه‌ش داره با یه شخص ماورایی حرف میزنه. تمام این اتفاقات وحشتناک و ترسا باعث شد که اونا وارد مرحله بشن که یه کشیش رو بیارن بابت تقدس کردن خونهشون. یک کشیشی به اسم پدر رالف پکورارو اومد که خونه رو اصطلاحاً برکت بده. پدر وارد شد، همه جا رو آب مقدس باشید و شروع کرد به دعا خوندن. وقتی که وارد اتاق بچه‌ها شد، یه صدای خیلی وحشتناک و بم از گوشه اتاق اومد که برو بیرون، برو بیرون. و پدر رالف خیلی وحشت کرد و دید که صدا از سمت دیواره ولی کسی اونجا نیست. دعا رو نصف کار گذاشت و رفت بیرون و بعدها به خانواده جورج و کتیلاس گفتش که هر کاری می‌کنید فقط اینجا نمونید، از اینجا برید، فرار کنید. و دستش رو هم حتی سوزونده بودن، دست پدر رالف رو، و حتی تا چند روز تاول داشته روی دستش. اما خب بازم خانواده لاکس اونجا موندن. توی هفته سوم اما اتفاقات خیلی شدت گرفت، انگار که خونه زنده شد، انگار همین اتفاق رفته روی دور تون، همیشه خیلی سریع شد. در و دیوار واقعا دیگه بوی تعفن گرفتن، از دیوارها انگار که داشت خون میزد بیرون. روی آینه ها دیگه اون نوشته هایی که می اومد انگار دیگه قابل پاک شدن نبود، حتی انگار که نوشته ها دائمی‌اند. یه بار همسر قبلی کتی صداش به گوشش اومده بود، انگار که داشت صدای همسر قبلیش رو میشنید. صندلی‌ها خود به خود تکون می‌خوردن، صدای طبل از زیر زمین میومد، صدای جیغ بچه میومد و خیلی اتفاقات وحشتناک دیگه. و این اتفاقات اونقدر تکرار شد که دقیقاً 28 روز بعد از اینکه اینا وارد خونه شدن، دقیقاً آخرین شبی که توی خونه بودن، کتی از خواب پرید، جیغ کشید. جورج هم بیدار شد. صورت کتی کبود شده بود و به شدت پیر شده بود و شبیه صورت یه زن چندین و چند ساله خیلی خیلی پیر شده و واقعاً وحشتناک شده بود و انگار که دیگه اون آدم قبلی نبود و کسی هم گلوش رو فشار داده، رد خفگی روی گلوش بود. یه صدای پای از پله ها اومد، بچه ها شروع کردن به جیغ زدن، تخت بچه ها مدام کوبیده میشد بالا و پایین ولی در صورتی که هیچ کس حضور نداشت. یه سایه هم مدام رد میشد. جورج و کتی سریع بچه ها رو بغل کردن و در خونه رو باز کردن، بدون هیچ وسیله‌ای، بدون هیچ لباس گرمی از خونه زدن بیرون و فرار کردن، سوار ماشین شدن و فرار کردن. بعد از فرارشون حالا وارد شهر کاتنگو شدن و دیگه هیچ وقت به لانگ آیلند یا همون آمیتیویل برنگشتن و یه هفته بعد هم روزنامه ها پر شد از این تیتر که خونه تسخیر شده در آمیتیویل، خانواده‌ای که توی 28 روز فرار کردن. و همون موقع بود که پای 2 نفر به این ماجرا باز شده، اد و لورین وار. اصلا شاید خودتون هم اسم این 2 شخص رو شنیده باشید، خیلی معروفن واقعا توی دوران خودشون، 2 تا آدم حالا محقق ماورایی که توی آمریکا واقعا انگار که رزومه خیلی قوی داشتن. توی مارس سال 1976 اد و لورین وار همراه یه تیم محقق، یه عکسبردار، یه فیلمبردار و 2 تا کشیش وارد خونه شدن. لورین گفت وقتی که پامو گذاشتم توی خونه، یه فشار سنگینی رو روی سینه‌ام احساس کردم، انگار که یه چیزی می‌خواست مانع ما بشه وارد خونه بشیم. اون شب با دوربین مادون قرمز یه تصویری گرفتن که توی اون تصویر یه پسر بچه با لباس سفید با چشمای برق زده از در اتاق داشت نگاه می‌کرد. اما اون شب واقعا بچه‌ای توی خونه نبود، فقط همین چند نفر اومده بودن برای تحقیق. و لورین میگفت که من واقعا احساس می‌کنم یه نیروی غیر انسانی داخل خونه هست، انگار که اون خونه یه حافظه داره، یه حافظه‌ای از درد، خشم و احساس گناه.
و اد و لورن میگفتن که واقعا احساس میکنیم که یه رختایی توی خونه دما واقعا بالا پایین میشه، مثلا از 22 درجه یه تایمی رسیده بود به 8 درجه و واقعا سرمایه خیلی عجیبی میومده، یا حتی برعکس گرمای خیلی وحشتناک وارد خونه میشد. اونا تا صبح کار کردن ولی چیزی ضبط نکردن، فقط یه سکوت و حس سنگینی رو احساس میکردن و بعد از تحقیقشون خب رفتن هر چیزی تونستن رو ضبط کردن. بعد از اون شب اون خونه خالی موند و هیچ کسی حاضر نشد دیگه خونه رو بخره. حتی شهرداری برای اینکه بتونه دوباره خونه رو بفروشه شماره خونه رو عوض کرد، از 112 تغییر شدن به 108 تا مردم نشناسنش. اما مردم محلی میگن که هنوز از اون خونه شبای نوری میاد، مخصوصا از اون 2 چشم بالای خونه. و اینکه جورج لاتس تا آخر عمرش گفتش که ما هیچ کدوم دیوونه نبودیم و کارهای ماورایی هم که حتی میکردیم به این داستان ها ربطی نداشته و اون خونه واقعا انگار که زنده بود. جورج شروع کرد یه سری تحقیقات انجام دادن و متوجه شد که یه گورستان هندی پایین این خونه هسته و شروع کرد ربط دادن این گورستان به اتفاقات این خونه. انگار که یه سری حالا روح‌های نفرین شده با اتفاقاتی که خیلی قبلتر از خانواده دفئو افتادن داشتن سعی می‌کردن مانع ورود هر کسی به این خونه بشن. و اینکه از لورین وارن حتی یک بار در سال 2019 پرسیدن که آیا واقعا آمیتیویل واقعی بود، خونه 112 واقعی بود و لورین وارن گفتش که من واقعی تر از اتفاقات داخل خونه 112 آمیتیویل ندیدم. بعد از فرار خانواده لاتس اون خونه واقعا برای همیشه خالی موند، حداقل ظاهرا، اما هیچ کس نمیتونست اون خونه و اون اتفاقات و جنایت ها رو ندید بگیره. روزنامه ها هر روز سیت میزدن خونه جن زده در آمیتیویل، خانواده‌ای فرار کردن، خانواده‌ای برنگشتن، فقط 28 روز زندگی کردن. تلویزیون ها هم در موردش برنامه ساختن. بچه‌ها شاید حتی اون فیلم ها و سریال هایی که در مورد این خونه ساخته شده رو دیده باشید. حتما پیشنهاد میکنم فیلم هایی که در مورد این خونه ساخته شده رو ببینید و اگر اسمش رو میدونید برام کامنت کنید که در موردش صحبت کنیم. فیلم های زیادی در موردش ساخته شده، حتی در مورد ورود اد و لورین وارن هم به این خونه یک حالا سری فیلم ساخته شده و واقعا خیلی جذاب و دیدنیه. اگر به این ژانر فیلم ها و سریال ها علاقه دارید حتما پیشنهاد میکنم سرچ کنید خونه آمیتیویل و اتفاقات آمیتیویل. خبرنگارا مدام جلوی خونه می اومدن برای تحقیق و سرچ و حتی مردم می اومدن برای عکس و فیلم گرفتن از سراسر دنیا. شبا واقعا خونه وحشتناک بود و با اینکه برق خونه قطع بود واقعا نصف شبا از خونه یه نور عجیبی بیرون میزد. چند ماه بعد یه روزنامه‌نگار به نام استفن کاپلان شروع کرد به تحقیق در مورد اتفاقات اون خونه. میگفت بعضی چیزا با عقل جور در نمیاد در مورد پرونده خانواده لاتس. مثلا توی گزارش رسمی پلیس هیچ نشونه از خون سبز یا صحنه‌های تخریب شده‌ای که لاتسا گفتن وجود نداشت. حتی همسایه‌ها گفتن اون 28 روز واقعا هیچ صدای داد و بیداد و دعوا و فریاد از خونه نشنیدن، در صورتی که اونا مدام ترسیده بودن و جیغ و داد می‌کردن. استفن کابلان گفتش که شاید خانواده لاتس درگیر تصورات ذهنی و ماورایی خودشون شدن، چون گفتم این 2 نفر جورج و کتی لاتس خودشون یه سری کارهای ماورایی انجام دادن، حتی الفاظ شیطانی رو مدام توی این دعاهای ماوراییشون مدام تکرار میکردن و جورج دفترچه‌ای بابت این داستانا داشت. و این چیزی که هیچ وقت توضیح داده نشده هنوز بازه، چرا این اتفاقات مدام ساعت 3 به نصف شب اتفاق میافتن؟ چرا ساعتش تغییر نمیکرد؟ و چرا عکس اون پسر بچه با چشمای سفید نشونش ندادن؟ آیا واقعا وجود داشت یا این عکسی که حالا سرچ کنید ببینید خودتون، یه عکس واقعا وجود داره توی اینترنت از اتفاقات، یه پسر بچه‌ای که داره یه نگاهی میکنه از کنار راه پله با چشمای برق زده، چشمای سفید ولی کسی باور نمی‌کنه یه عکس واقعی هست یا نه. توی سال 1977 یه نویسنده به نام جی آنسون یه کتابی نوشت به اسم The Amityville Horror. کتاب بر اساس مصاحبه های جورج و کتی لاتس بود. واقعا یه سری مصاحبه انجام دادن و همه مشکوکن به این 2 نفر. اما چرا مشکوکن بهشون؟ چون حرفاشون با اتفاقات یه مقدار تناقض داشت. مثلا هیچ سندی وجود نداشت که اونا خوک پرنده دیدن یا دیو توی شومینه دیدن. یه سری حرفای عجیب غریب.
این کتاب جی آنسون خیلی پرفروش شد. یه سال بعدم فیلمش ساخته شد و میلیون‌ها دلار فروخته شد. اما یه چیز جالب بهتون بگم، اینکه مردم شهر آمیتیویل به شدت ممانعت کردن از فروش و نمایش فیلم توی شهرشون و اصلا اجازه ندادن اون فیلم رو توی شهرشون، توی سینما یا هر جای دیگه پخش بشه، چون واقعا از این اتفاق وحشت داشتن. و بعضیا حتی اونقدر به جورج و کتیلاس شک داشتن که میگفتن اونا برای مشهور شدن یا برای پول این مصاحبه رو انجام دادن و حالا برای فروش بیشتر اون فیلم، چون بالاخره از حرفای اونها اون فیلم ساخته شده دیگه. طبیعتا اون کسی که فیلم رو ساخته ممکنه به اونها یه پولی هم داده باشه بابت اون صحبت هایی که داشتن. و در صورتی که کتی و جورج هم کلا انکار میکردن از واقعی نبودن حرفشون و کتی میگفت من فقط میخواستم این کابوس تموم بشه و یک نفر واقعا صدام کنه بگه که تموم شد. توی سال 1979 هم یه خبرنگار به اسم ماروین اسکارد از شبکه NBC تصمیم گرفت که وارد خونه بشه، البته با اجازه مالک جدیدش. با خودش یه دوربین و یه مدیوم روح‌گرا برد. وقتی وارد شدن همه چی خیلی سایلنت و آروم بود، اما وسط مصاحبه دوربین صداش قطع میشه. توی فیلم هم یه نویز محوی میاد که میگه برو بیرون، انگار که اون کسی که همیشه معانه میشده که بقیه فیلم و عکس بگیرن یا وارد خونه اصطلاحاً شیطانی بشن، بازم دقیقاً همون رو داره تکرار میکنه. توی سالهای بعد هم چند نفر دیگه سعی کردن اتفاقات رو تکرار کنن و پرونده رو بررسی بکنن، اما همه کسایی که سعی کردن وارد ماجرا بشن به طرز عجیب مردن. مثلا کشیش پکورا رو توی سال 1980 سکته کرد توی دفترش با رد سوختگی روی کف دستش، همون کسی که اون اول وارد خونه شد. یا استفن کاپلان، همون محقق شکاک، توی سال 1995 خیلی ناگهانی سکته کرد در حالی که در حال نوشتن کتابی به اسم آمیتیویل د تروت. یا توی مارس 2021 رونالد دفئو توی سلول خودش توی سن 69 سالگی مرده. هیچ علت مشخصی هم اعلام نشد، فقط توی گزارش نوشته شده بود که توی خواب مرد. قبل از مرگش توی آخرین مصاحبهش گفته بود که اون شب من ماشه رو کشیدم، اما خونه ماشه رو چکوند. انگار که هنوز هم داشت میگفت من مقصر نیستم، اون صداها به من گفتن. تا امروز خونه شماره 112 یا همون 108 فعلی هنوز وجود داره. رنگش عوض شده، پنجره‌های چشمی شکل رو هم تغییر دادن، ولی خب ساختار همونه و این داستان هنوز هم وجود داره. صاحبان جدیدش هم هیچ وقت حاضر نشدن که جلوی دوربین مصاحبه کنن، اما مردم محلی میگن با وجود اینکه این خونه الان صاحب جدیدی داره، هنوز هم شب‌ها شکل عجیبی داره و از طبقه بالاش صدای بسته شدن در میاد و دقیقاً ساعت 3 نیمه شب. این داستان واقعا خیلی عجیبه و تقریبا میتونیم بگیم یه پرونده بازه، به خاطر اینکه هم مشخص نشد که رونالد دفئو آیا واقعا از سر دیوانگی و جنون و روانپریشی این کارا رو کرده یا واقعا اتفاقا ماورالطبیعی وجود داشته، یا مثلا جورج و کتیلاس واقعا حرفشون درست بوده، اتفاقات رو تجربه کردن یا نه. ولی هر چیزی که بوده واقعا خیلی وحشتناک و عجیبه و این پرونده هنوز بازه. ولی اینو میخوام بگم که خونه‌هایی هستن که هنوز گذشتهشون تموم نشده، هنوز وجود دارن، هنوز اتفاقات گذشته رو درونشون جاری هست. چرا؟ چون این خونه ها خودشون نمیخوان تموم شه. ممنونم از اینکه این داستان رو شنیدید و با من همراه بودید. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایبتون به ادامه دادن کانال من تشویقم کنید و همراه هم باشید تا داستان بعدی. خدا نگهدار.